بریم ببینیم چجوری فایل های داخل آیفونمون رو میتونیم بدون کابل به لپتاپمون انتقال بدیم. خب برای این کار نیازه که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و گوشی و لپتاپتون رو به یه وای فای مشترک وصل کنید و نرم افزار داکیومنتس 5 رو گوشی آیفونتون نصب کنید. بعد از این کار شما میتونید بریم وبسایت docstransfer.com که تو کپشن لینکش رو براتون میذارم و بعدش اپ داکیومنتس 5 رو باز میکنیم و اون گوشه بالا 3 نقطه رو لمس میکنیم و گزینه کانکت تو کامپیوتر رو میزنیم. یه عدد 4 رقمی بهمون میده مثل همین عددی که میبینیم، همونو در لپتاپمون وارد میکنیم و کانکت میشه. بعد اینکه کانکت شد الان میبینیم که تمام فایل‌های داخل اپ داکیومنتس 5 برامون اینجا نمایش داده میشه و هر کدوم میتونیم کلیک کنیم و پایین دکمه دانلود رو بزنیم و فایلمون رو بریزیم تو کامپیوترمون. ما رو دنبال کنید و منتظر آموزش‌های بعدیمون باشید.